از روی نقشه چاره‌بینی‌ها دانشجویان و آموزگاران دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان این نوبت کارهای ایجادی خود را در آثارخانه کشورشناسی شهر حصار به نمایش گذاشتند. در مراسم افتتاح نمایش نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، رهبرت و استادان دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان، رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی قید نمودند که با شرافت سیاست فرهنگ پروانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان فرهنگ هستی ملت اعلان گردیده برای رشد آن همچون عامل بالا بردن سطح تفکر و معنویات اهل جامعه همه چاره‌های ضروری عملی می‌گردند. یک هفته پیش در شهر ترسونزاده نمایشی آموزگاران دانشجویان بودند و در این روزها در دولت کویت و دولت قطر به نمایش گذاشته شدند و البته که سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیدن سال روان معنای آن را دارد که ما صنعتکاران بیشتر خودشناس و باور و ناموس باشیم، وطن دوست و وطن پرور باشیم و همیشه شکر استقلال وطن را کنیم. در عموم ننگ و ناموس ملی، فرهنگ ملی، آداب و اخلاق حمیده ملی، افتخار خودشناسی ملی و همه سنت‌ها و مقدسات ملی را باید ما صنعتکاران، رسامان گرامی داریم و وارث سزاوار تمدن بشرسازی ملتی کهن‌بنیاد آن باشیم و نباید فراموش کرد که این تشبث سرور دولت به خاطر آن است که ما صنعتکاران بیشتر خودشناس و باور و ناموس باشیم. افتخار ملی و گرامی داشتن همه مقدسات ملی باید شیوه و مرام ما صنعتکاران و رسامان باشد. بعداً در چاره‌بینی مذکور از جانب آموزگاران و دانشجویان دانشکده نمایش هنری تصویری و مد لباس ملی و اروپایی پیشکش حاضرین گردانده شد. باید گفت که مقصد تشکیل و گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها در شهر و ناحیه‌های مملکت این جلب جوانان و نورسان به صنعت تصویری، هنرهای مردمی، دریافت استعدادهای نو و جلب آنها جهت ادامه تحصیل در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان میباشد. گزارش خورشید علیمو فیروز میرزایف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.